درود شنوندگان گرامی. گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما بازگوی کتابی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، چهره‌های ماندگار، راوی علیزاده عبدالرشید خوجامقل. گفتار 64. مردم شریف تاجیکستان حقوق کامل معنوی دارند که با فرزندان فرزانه ملت سهم بی‌نظیر آنها در رشد تمدن عمومی بشری افتخار نمایند، آثار گرانبهای آنها را آموزند و حکمت جاودانه ابرمردان ملی خود را قطب‌نمای روزگار خویش قرار دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. سیدای نصفی، ترنمگری آرمان‌های مردمی. شاعری ترنمگری آرمان‌های خلق، سیدای نصفی، تقریباً در بین سالهای 1707 1711 میلادی وفات کرده است. او از خود آثاری بلند مضمونی فراوان میراث گذاشته است که آنها از جمله دردانه‌های تاریخ ادبیات تاجیک به حساب می روند. میراث ادبی سیدای نصفی به شکل کلیات و دیوان اشعار تا زمانی ما رسیده است که در مجموع قریب 8500 بیت را تشکیل داده، از 550 غزل، 74 مخمس، 27 مثنوی، 2 قصیده، 32 رباعی، اثرهای تمثیلی بهاریات 184 بیت و شهرآشوب 405 بیت عبارت می باشند. سیدای نصفی در غزل عنعنه‌های شاعرانی معروفی گذشته را دوام داده و موضوع، مضمون و شکل آنها تازه کاری ها وارد کرده است. تا عصر 15 موضوع اساسی غزل عشق بود، ولی من بعد در سیر تکاملی این ژانر آن از دایره لیریکی صرف عشقی بیرون برآمده، مسئله های زندگی و جامعه را نیز فرا گرفت. یعنی در اشعار شاعرانی چون سیدای نصفی عشق جای خود را به موضوعهای غیر عشقی داد و قهرمان لیریکی غزل به انسان فعال روزگار و فرد اجتماعی تبدیل یافت. به همین وجه سیدای نصفی با استفاده از امکانیت‌های ژانر غزل، موضوعهای تنقیدی زمان و اهل آن، ترغیب کسب و هنر، حیات مشکلی زحمتکشان، احوال خلق و مملکت و غیره را بیان می کند و جنبه‌ای بسا مهم ایجادیات او باوری و اعتماد به قدرت عظیم مردم می باشد. شاعر اهل ستم را آگاه می نماید که هر کس بهر دشمنی با خلق کار کند به زودی پاداش عملی خود را خواهد گرفت. هر کی با دشمنی خلق روان است چو بحر،
زود باشد که سری خویش چو گرداب خورد. سیدا در غزلهای خود واقعیت را با پهلوهای گوناگونش به جلوه آورده، از عشق کمتر و از حالت زندگی مقرری و وضع روحی زمان و خودش بیشتر می نویسد. این دلیل بر آن است که او با حیات جامعه ارتباط قوی داشته، از غم دوران و کلفت ایام با جرأت و جسارت خاصه سخن می گوید. در اثر تمثیلی بهاریات سیدای نصفی، غایه اتفاق و یگانگی خلق به شکل تمثیل، یعنی به واسطه عملیات و گفتار حیوانات افاده گردیده است. مندرجه اثری مذکور را بحث و مناظره 18 حیوان تشکیل نموده، هر یک حیوان بعد بیان خصلت‌های بد و زشت حیوان دیگر به تعریف و ستایش خود می‌پردازد. سیدای نصفی در سیمای حیوانات خصلت‌های خاصی نمایندگان طبقه‌های گوناگون جمعیت زمان خود را انعکاس کرده است. مثنوی بهاریات که همچون حیوانات نامه نیز شناخته می شود، شهرت شاعر را در ایجاد این نوع ادبی تأمین می نماید. از تألیفات دیگری پرمایه سیدا که تا به حد شهرت و محبوبیت ایجادی او را تأمین می کند شهرآشوب است. مؤلف با ایجاد این اثر از یک طرف عنعنه معمول ادبی را ادامه داده باشد، از طرف دیگر ابزای واقعی هنر و فرهنگ زمان خود، رواج کسب و هنر و طرز زندگی معاصران خیش را به طور بدیعی بیان کرده است. این اثر سیدای نصفی دایر به 212 نوع هنر و پیشه زمان خود و جزئیات دیگری روزگاری مردمی زحمتکش معلومات می دهد. در این اثر از جمله دایر به نمایندگان کسب و کارهای گوناگون دور، زرگر و بافنده، کلال و موزدوز، دیوارزن و کباب پز و غیره وصف و توصیفهای رنگین به نظر می رسد. تعدادی اشعار مذکور نیز بسیار جالب بوده، از 1 تا 3-4 بیت را فرا می گیرد. شعرهایی به هنرمندان بخشیده میرابید سیدای نصفی از نگاه استفاده ضروری آن نیز گوناگون بوده. از شهرآشوب با آن فرق می کنند که در اشعار به اهل هنر اختصاص داده حجو و متاعبات ملیح خیلی زیاد دیده می شود. به نظر ما مهمترین خصوصیت اشعار سیدای نصفی انسان پروری و بزرگداشت مقام و منزلت انسان، ستایش اهل هنر، پیشوران و کار و کوشش، اینچنین ترغیب اخلاق والا و
پسندیده می باشد. برای سیدا غمخواری و مروت و احسان نسبت به یتیمان و بیچارگان، از زیارت جایهای مقدس و سنتهای دینی ضرورتر بوده و در آثارش پرستش انسانی زحمت پیشه و نیکرای را تلقین می سازد. مثلا در بیت زیر شاعر انسان پروری را از دین پرستی افضلتر دانسته، به دست آوردن دل انسان را برابر به بنیاد کعبه اصل خداجویی را در دلجویی انسان پرورانه می بیند. بنای کعبه بود دل به دست آوردن، اگر خدا طلبی می کنی خدا اینجاست. مقام و منزلت انسان را به درجه مقدس رسانیده، دل به دست آوردن را عین خدا طلبی معنی داد کردن، سطح عالی انسان دوستی سیدا را نشان می دهد. در حقیقت این نگریش انسان دوستانه ماهیتاً شخص را به درجه بلندی انسانی می رساند. محیط هنرمندان در شهرهای عصر میانگی ما مظهر آیین و مسلکهای نجیب انسانی و سرمنشه عقیده های انسان پرورانه بود. از قدیم الایام در بین اهل هنر آیین جوانمردی، نکوکاری و بخشندگی و سخاوت رواج داشت و سیدای نصفی نیز که در محیط هنرمندان میزیست نمی توانست نسبت به اندیشه و آرمانهای این طبقه مردم بی تفاوت باشد. به اندیشه شاعر انسانی بالغ باید برای رهایی از محتاجی و بینوایی پیوسته تلاش نماید، زیرا تنها با جهد و تلاش و تردد و کوشایی می توان به سعادت دست یافت. مرغ کباب روزی صاحب تردد است، در خانه عنکبوت شکاری مگس کند. بی گفتگوی ریزق مهیا نمی شود، این قفل بی زبانی طلب وا نمی شود. روزی نصیب کس به نشستن نمی شود، باید چو آسیا ز پی آب و دانه رفت. رو نمی آرد به خوانی هیچ کس صاحب هنر، باغبان رزقی خود از پشتی گلستان می خورد. پیمانه‌ای که بادن ندارد شکستنی است، دستی که نیست مصدر ایجاد بستنی است. اکثر ادیبان گذشته ما سبب بدبختی و حوادث ناخوش روزگار را
به تقدیر و سرنوشت و یا خود گردش فلکی کجرفتار مربوط می دانستند. ولی سیدای نصفی در این زمینه اندیشه دیگر دارد. به نظر او ریشه تمام بی‌نظامی و پریشانی انسانها در حیات واقعی خود آنها نهفته است و باید آگاه باشند که شکوه از گردون سود ندارد، زیرا ریشه زلف پریشانی بود نخلی وجود. آدمی از ساده لوحی شکوه از گردون کند. شاعری حقیقت نگار و زحمت شعار سیدای نصفی بر این نظر است که سربلندی انسان محض به آزادگی و آزادی شخصی او وابسته بوده، انسانی آزاد از گزند آفتها و شر حوادث ایام آسوده است. اگر چون سرو نام خود علم سازی به آزادی، سرافرازی ز هر سو از پی پابوس می آید. آزاده از حکومت ایام فارغ است، از سرو هیچ کس نگرفته است خرج و باج. سیدای نصفی خصلت‌های حمیده انسانی امثال وفا به عهد، صدق و صفا، راستگویی و راست قولی، نیکی و نکوکاری، رحم و شفقت، علم آموزی و دانشمندی، صبر و تحمل، بردباری و پرطاقتی را ترغیب نموده، عاموی گردیدن آنها را جانبدار است. او بر حق می گوید راستی را نبود هیچ زوال به جهان، سرو اگر خشک شود باز عصا می گردد. به اندیشه پروفسور سعدی سعدیف، سیدا پس از مولوی دویمین سخنوری است که با علاقمندی زیادی زبان اثرهای خود با زبان خلق امتیاز دارد. در آثار او عنصرهای زبان گفتگویی خلق با یک طرز دائمی و وسعتناک کاربست شده اند و این حال زبان اشعاری او را در تار و پودش خلقی گردانیده است. واقعا هم سیدا شاعر است که زبان شعری تاجیکی را با زبان گفتگویی خلق بسیار نزدیک ساخت و حین مطالعه آثار او گفتگو و مکالمه و طرز بیان مردم عادی را مشاهده می کنیم که بازگوی واضحی علاقه آثارش با زندگی خلق می باشد. این خصوصیت اشعار شاعر و سادگی اسلوب ایجادی او مساعدت نموده باعث شهرت و اعتبار آثارش در بین دایره وسیع خوانندگان گردیده است.
رنگی شیوهی گفتگویی بیان به خصوص در بهاریات شهرآشوب و غزلهای شاعر فراوان مشاهده می شود. مثلا در بهاریات میمون در رد ادعای خرگوش بدین شکل ساده و فهما اظهار نظر می کند: خرگوش چون حکایت خود را تمام کرد، میمون شنید و پهلویش آمد نفس زنان. گفت ای درازگوش چرا لاف میزنی؟ از آدمی گری نه تو را نام و نه نشان. چون موشی دم بریده نمایی به چشم من، یا بچه بزی که بود هر طرف دوان. زین داشتی به پوشت تو را می شدم سوار، هستی به پیش من تو هم از جمله خران. چون این طرز افاده مطلب به زبانی گفتگویی مردمی تاجیک نزدیک است و استفاده افاده های نفس زنان، آدمیگری، نام و نشان و امثال اینها بازگوی همین واقعیت است. در مجموع هم بهاریات و هم شهرآشوب با همین طرز بیانی مردمی تعریف شده‌اند، یعنی زبان شعر تاجیکی در آثار سیدا از حساب همین ذخیره گنجینه بزرگ ثروت خلق خیلی غنی گردیده است. طور اکادمیک عبدالغنی میرزایف بر حق و مشاهده گرفته است، ادیبان گذشته ما در تعریف اثرهای خود برای بیرون نبرآمدن از دایره زبان عمومی فارسی که به فارسی زبانان و فارسی دانان تمام مناطق عمومی بود، از استفاده کلمه و افاده های محلی و خاصی تاجیکی صرف نظر می کردند یا به استفاده آنها کمتر میل می نمودند. هرچند تا دوره سیدا در آثار ادیبان ماوراء النهر و خراسان بعضاً کلمه و افاده های تاجیکی استفاده می شدند، با سبب نادر و کم استعمال بودنشان به زبان شعر هنوز تابش خاصی تاجیکی ندادند. اما محض زبان سیدا و دیگر شاعران همزمان او بنابر استفاده فراوان و پیوسته عنصرهای زبان زنده معاشرت چنین تابش خاصی تاجیکی پیدا کرد و من بعد این رویه گسترش بیشتر یافت و خوشبختانه با زبان امروزه تاجیکی پیوندی ناگسستنی دارد.
در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان احیا و بزرگداشت نام و خدمت‌های چهره‌های ماندگار علم، ادب، سیاست، معارف و فرهنگ گذشته و معاصر، ترغیب و تشویق، تحقیق و تعلیم آثار و افکار آنها، ارجگذاری و حفظ میراث ادبی، فرهنگی و تاریخی و علمی یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولتی به شمار می‌رود. محض در راستای این سیاست سال 2018 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 می سال 2018 در سراسر کشور 400 سالگی سخنور بزرگ تاجیک سیدای نصفی در سطح بلند جشن گرفته شد. به این مناسبت در کشور یک سلسله چاره‌بینی‌های علمی و ادبی دایر شدند و از جمله در اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان با شرکت دانشمندان ورزیده تاجیک و کشورهای خارجی کنفرانس بزرگ بین المللی میرابط سیدای نصفی و تحولات فرهنگی و ادبی ماوراء النهر برگزار گردید. باعث خوشنودی است که این تشبث و پیشنهاد تاجیکستان را بنیاد علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو دستگیری نمود که این همکاری به جشن بزرگداشت سیدای نصفی مقامی بین المللی بخشید. به این واسطه ما در شناخت و معرفی باز یک چهره ماندگاری تاریخ و فرهنگ خود قدم استواری دیگری گذاشتیم. شما گفتار 64 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمکل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.